سلام زبان‌آموزان، من صدیق و این زبان آموز است. امروز در ویدیو امروز ما با شما سری پلی‌گلوتان دنیا رو می‌آموزیم، یعنی چگونه 5، 6 و 7 زبان رو آموزیم. The Secret of Polyglots با زبان آموز رفتیم. سوال اول همین که پلی‌گلوت کیست؟ کی پلی‌گلوت شده می‌تواند؟ در عموم اگر یگان شخص شما یا اینکه دلخواه آدم فرق ندارد کدومی که باشد، اگر زیاده از 5 زبان خارجی داند او علاقه پلی‌گلوت حساب می شود. و بعضی عقیده است که زبان مادری هم با جمع 4 زبان خارجی علاقه شخص صاحب 5 زبان است، یعنی 5 زبان می داند او هم پلی‌گلوت حسابیده می شود. لیدیا ماتریچ داننده 8 زبان است که با گفتی او هر 2 سال زبان نو را آغاز میکند و عین حال در سال 2020 او حلقه 8 زبان خود را مختص شده است. I love learning foreign languages. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years, currently working on my 8th one. When people find out about me, they always ask me, how do you do that? What's your secret? با او در این برآمد خود یک چند سری پلی‌گلوتان را شرح می‌دهد و مردم میگوید که اونها میتوانند وابسته از مکان، از جا، از سن و سال زبان‌های خارجی را از خود کنند. تک یکم مسئولیتی که با ما لیدیا می‌دهد این start speaking from day one، یعنی از روز یکم گپ زنید. Is to start speaking from day one. در روز یکم گپ زدن این علاقه برای ما هر روز یک کلمه نو یا یک جمله نو می‌آموزد. فرض کنیم اگر شما آب‌بازی را یاد گرفتنی باشید، شما در روز اول با آب می‌دراید، این حتمی است. زبان همچنین است، برای آن که شما زبان را از خود کنید شما باید از روز یکم سر کنید گپ زدن را. نوابسته از آنی که شما خطا میکنید، نوابسته از آنی که کلمه را نمیدانید، نوابسته از آنی که دیگران ممکن به شما خواندند، شما باید آغاز کنید. Start speaking from day one even if you make 200 mistakes. ولی لیدیا میگوید که اگر شما 200 خطا در یک روز کنید، این معنی آن دارد که شما زیاده از 200 کلمه گپ زده اید و این علاقه برای شما به نهایت خوب است. He doesn't mind making even 200 mistakes a day because that's how he learns, based on the feedback. برای همین start speaking from day one، از روز یکم گپ زنید و از خطاگی نترسید، زیرا خطاگی برای ما یک درس مهم است. ما خطا میکنیم و یگان کس ما رو درست میکند و ما زبان می‌آموزیم. متد دومی که سری دومی پلی‌گلوتان این آموختن 500 کلمه از همه معمول در آن زبان است. And others who always learn the 500 most frequent words of the language. 500 most used words. این متد از همه متدی گویم آسان، از همه متدی زیرک برای اکثریت برای شما هم شده میتواند، زیرا علمان اثبات کردند که در دلخواه زبان آدمان روزمره همگی 3000 کلمه استفاده میبرند. یعنی اگر با زبان انگلیسی شما 3000 کلمه دانید، شما آزادانه در دلخواه موضوع گپ زده میتوانید، زیرا امریکایی و انگلیسی ها خودشان در دوام روز همگی 3000 کلمه استفاده میبرند. خلاصه اگر در دوام یک ماه شما 500 کلمه را از خود کرده توانید، پس در دوام 6 ماه اون 3000 کلمه که دلخواه مردم در یک روز در صحبت روزمره گپ میزنند، شما میتوانید زبان را از خود کنید در مدت 6 ماه. The one thing we all have in common is that we simply found ways how to enjoy the language learning process. و مسئله سوم enjoy it. از اون لذت برید، از آموزش زبان، از حرف زدن زبان، از تجربه کردن زبان لذت برید، زیرا هنگامی که شما از صحبت با خود، از آموزش با او لذت میبرید، شما هیچ وقت زبان رو آموختنش را قطع نمیکنید، بس نمیکنید و دوام میدهید. و برای که آنی که لذت برید، لیدیا میگوید و این علاقه مسئولیت دیگر است. Read your favorite books in English. When I was learning Spanish, I was bored with the text in the textbook. I mean, who wants to read about Jose asking about the directions to the train station, right? I wanted to read Harry Potter instead, because that was my favorite book as a child and I had read it many times. So I got the Spanish translation of Harry Potter and started reading,
And sure enough, I didn't understand almost anything at the beginning. But I kept on reading because I loved the book. And by the end of the book, I was able to follow it almost without any problems. یعنی اون کتاب‌هایی که شما علاقه در ترجمه تاجیکی یا که در ترجمه روسی خوندید میتونید اونها را با ترجمه انگلیسی خونید. یعنی این کتاب رو شما مضمونش رو میدونید علاقه شما میتونید اون رو خونید. و خود لیدیا میگوید که هنگام آموختن زبان اسپانی او بعد از خوندن یک چند کتاب با زبان اسپانی که اونها رو متنشون نمیدونست خوندن کتاب برای او علاقه دلگیر کننده شد. و او از بس که کتاب گاری پاتر را با زبان انگلیسی یک چند مرتبه خونده بود او گفت که من کتاب گاری پاتر را با ترجمه اسپانی گرفته و آن را خوندم. اینم یک متدی به نهایت گویم جدی است که شما میتونید با چیزی دوست داشته خود زبان آموزید. مصلحت دیگر watch your favorite movies, watch channels, watch comedies. فیلم های هجوی تماشا کنید زیرا فیلم هجوی دوام با دوام شما را با خود جلب میکنند یعنی شما تا آخر آن را تماشا میکنید. And the same thing happened when I was learning German. I decided to watch Friends, my favorite sitcom, in German. And again, at the beginning it was all just gibberish. And after the second or third season, seriously, the dialogue started to make sense. اگر شما فرض کردیم در فیلم های میستر بین زبان رو همساز نفهمید شما از عمل های اون میخندید یعنی این شما رو برای شما جلب است جالب دقت است و شما اون رو تا آخر تماشا کرده میتونید و در دوام این علاقه شما بعد از تماشا 1 2 3 یا 5 فیلم علاقه شما آهسته آهسته فهمیدن نطق اون اکتور و اون فیلم رو میفهمید. نک مصلحت دیگر talk to yourself. You can apply the method of self-talk. You can talk to yourself in the comfort of your room, describing your plans for the weekend, how your day has been. اکثریت باور دارند که با خود گپ زدن در نزد آینه در راه در دلخواه جا که باشد این با زبان انگلیسی این یکی از راه‌های بهترین آموزش زبان است یعنی یکی از راه‌های بهترین تجربه است و دلخواه پالیگلوت اقرار می شود که در اول آنها نیز این کار را میکردند یعنی آنها خود با خود گپ میزدند آنها در نزد آینه با خود گپ میزدند آنها در کامرای تلفن با خود گپ میزدند که زبان را از خود کنند یعنی تجربه کنند هنگامی نبودن یگان شخصی که با شما میتواند تجربه کند شما میتونید خود با خود گپ زنید و این زبان را تجربه کنید یا اینکه مثال عادی دیگر هنگامی دلخواه کار کردن شما کوشش کنید در سر خود همون کاری که کرده ایستادید آن را با زبان انگلیسی گویید یعنی با اون زبانی که شما آموخته ایستادید این هم با شما یک بگیم قدمی پیش می شود زیرا شما اون عملی که ممکن نمیتوانید اون را با زبان انگلیسی گفته شما علاقه از پای اون کلمه می شود اون کلمه را از خود میکنید. مصلحت دیگر از لیلیا این است که describe a picture from your phone to your friends. Or even take a random picture from your phone and describe the picture to your imaginary friend. This is how polyglots learn languages. در زمان حاضر اکثریت همگی تلفن دارند و همه در تلفنشون در گالری اون تلفن زیاده صدها صورت است عکس است ولی جا میگوید برای که زبان را شما آموزید شما میتواند اون صورت هایی که در تلفن خود است شما اون را بعد دیگران شرح دهید یعنی این صورت در کجا گرفته شده است اینجا کی بود کی این صورت رو گرفت برای چی این صورت رو گرفتید همه این رو شما میتوانید با زبان انگلیسی با دوستی خود گویید یا که چون مصلحت پیشتر خود با خود گویید یا که با اون کسی دیگر ابراز کنید این هم یک تجربه خوب می شود برای شما تجربه کردن زبان در روی که بچه так اوکی و مصلحت آخران شما باید نقشه داشته باشید یعنی نقشه آموزش زبان. The important thing is to create a plan in the learning. اکثریت در اول برای خود مصلحت نقشه میگذارند که در یک روز آنها 5 کلمه میآموزند یا که 10 کلمه میآموزند یا که 3 کلمه میآموزند اما بعد از گذشتن وقت آنها علاقه این از نقشه خود دور میمونند و آن رو نمیآموزند برای همین
رشد پروگرس خود را باید حتما سنجید که خفا نمانید. این بود دوستان یک چند مصلحت از زبان آموز و سری پلیگلوتان. چقدر که لیلیا میگوید همه پلیگلوت یک متد آموزش خود را دارد. If I asked 100 different polyglots, I heard 100 different approaches to learning languages. Everybody seems to have a unique way how they learn a language. اینها هم متد های 100% نیستند. شما میتونید متدی از همه دوست داشته خود را یابید. این موسادی با زبان آموز تا درس های دیگر. بای.